الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الانبیاء والمرسلین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مواردی که شاید در جامعه امروز ما اندک اتفاق بیفتد، فرصت دادن به افراد مدیون و تنگ دست هست. اگر کسی اومده از شما قرضی رو گرفته یا به هر عنوانی حقی شما برگردن اون دارید و طلبکار هستید و اون بنده خدا هم دستش تنگ هست، نمیتواند پرداخت بکند یا اون قول و وعده‌ای که کرده، اون اقساطی که برگردنش هست نمیتواند سر وقت و به صورت کامل بپردازد، شما بیایید بزرگواری بفرمایید و این نیکوکاری رو در حق خودتان و در حق اون مدیونتان انجام بدهید و به مدیون فرصت بدهید و مهلت بیشتری رو بدهید و چندان سخت نگیرید بر بدهکارانتان و افرادی که مدیون شما هستند. در روایت صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم این مطلب رو بیان کردند: کسانی که افراد مدیون را، کسانی که بدهکار هستند، به آنها فرصت میدهند و آنها سخت نمیگیرند، آنها را دچار مشکل نمی کنند، الله متعال به خاطر همین کار مبارک و میمون این چنین انسانها را میبخشد. در روایت صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطره رو تعریف می کنند از ملت‌های گذشته. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که در زمانهای گذشته تاجری بود که به مردم قرض میداد. هر کسی نیازی داشت می آمد پیش این تاجر و قرضی می‌گرفت به اندازه نیاز خودش و این تاجر به افراد خودش اینو سپرده بود و توصیه کرده بود که اگر کسی رو شما یافتید از افرادی که مدیون هستند و بدهکار هستند و دچار مشکل بود، دچار سختی بود، مال و ثروتی رو نداشت، بر اون زیاد سخت نگیرید. و گفته بود که به افراد تنگ دست و تهی دستی که مدیون هستند به آنها فرصت بدهید و آسانگیری بکنید بر آنها. میگوید که الله متعال به خاطر همین عمل زیبایش او را هم بخشید، چون که این بنده خدا از بندگان خدا، از اون کسانی که مدیونش بودند، بر اونها سخت نمی گرفت و به اونها فرصت میداد، مهلت میداد تا اینکه هر وقتی که توانستند دین خودشان را و قرض را بپردازند. الله متعال به سپاس از این عمل نیک این فرد، این شخص را هم الله متعال از گناهانش درگذر نمود. پس بنابراین این که شما به یک مستمندی که مدیون شما هست و قرضی رو از شما بر عهدهش هست یک مقدار فرصتی رو میدهید، این بدین معنی نیست که تنها شما احسانی رو کردید بر اون، چند برابرش الله متعال بر شما احسان میکند. این کار خیلی هست که بیشتر از این و قبل از این که ثمره اش و نتیجهش به مدیون برسد، به خود شما هم خواهد رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت کرده و حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که ایشان فرمودند: من سره ان ینجیه الله من کرب یوم القیامه، هر کسی که دوست دارد که الله متعال سختی ها و غم های آخرت و قیامت را از او دور بکند، هر کسی که میخواهد فردای قیامت غم و اندوهی نداشته باشد و مشکلات قیامتش را الله متعال حل بکند، فلینفس عن معسر او یضع عنه، پس یک مهلتی بدهد به مدیون خودش و به بدهکار خودش، یا حداقل این کار را انجام بدهد که بخشی از این دین را و قرض را از اون طلبکار در واقع باز پس نگیرد و معاف بکند. این کار بسیار پسندیده‌ای هست، اخلاق اسلامی هست، توصیه هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که هم یک کار خیر و نیکی هست و هم احسانی هست به بندگان خدا. امیدوار هستیم که الله متعال به تمام افرادی که مدیون هستند این توفیق را عنایت بفرماید که اموالی را که برگردنشان هست اینو به نحو احسن ادا بکنند و همچنین به طلبکاران الله متعال این توفیق را عنایت بکند که اموالی را که برگردن دیگران دارند به نحو احسن، با بهترین روش، با آسانگیری
از بدهکاران خودشون طلب بکنند. الله متعال انسانی رو که سهل باشد در مطالبه، سهل باشد در ادا، در بازپس گرفتن حق خودش از دیگران، چنین انسانهایی رو الله متعال دوست می‌دارد و می‌بخشد. امیدوار هستم که الله متعال قرض و دین تمام افراد مدیون را پرداخت بکند، توفیق بدهد و به همه من و شما رزق حلالی را عنایت بفرماید و زندگی ما را سراسر آرامش و راحتی توأم با عبادت خودش بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.